سلام، دکتر عباس پناهی هستم، دانشیار تاریخ و مطالعات ایرانشناسی دانشگاه گیلان. به سفارش صفحه ایرانیستیک دویچلند کتاب تاریخ جنگ جهانی اول بر روابط فکری و سیاسی ایران و آلمان رو که مدتی پیش پژوهش کردم رو خدمتتون معرفی میکنم. این کتاب حاوی 4 فصله. در فصل اول جنگ جهانی اول و ایران مورد بررسی قرار گرفته، یعنی مواضع ایران، آلمان و موقعیت این دو کشور. در فصل دوم که یکی از مهمترین فصول کتابه، تاثیرگذاری آلمان بر روشنفکران و مطبوعات و اشعار فارسی. در این فصل که نقش آلمانی ها یا حلقه بلنی ها بر روشنفکران ایرانی نظیر تقی‌زاده، کاظمی‌زاده، مشفق کاظمی، پورداود، محمود و افشار و دیگران مورد بررسی قرار گرفته. اینکه حلقه برلین، نشریه کاوه، حلقه ایران شهر چه تأثیری بر جریان‌های روشنفکری در ایران معاصر داشتند، به ویژه در دوره رضا شاه و روشنفکرانی که در ایران فعال بودند. در فصل سوم نقش جاسوسان آلمانی در ایران و تأثیر آنها بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گرفته. آلمانی‌ها در ایران به دنبال چه بودند؟ جاسوسان آلمانی چه اهدافی رو دنبال می‌کردند؟ اساساً آلمانی‌ها در هنگام جنگ جهانی اول به دنبال چه چیزی در ایران بودند؟ این کتاب به ویژه در فصل سوم تلاش می‌کنه به این پرسش‌ها پاسخ بده. در فصل چهارم آلمانی‌ها و جنبش‌های اجتماعی ایران مقارن جنگ جهانی اول مورد بررسی قرار گرفته. آلمانی‌ها چه نسبتی با جنبش‌های ایرانی داشتند؟ جنبش‌های ایرانی اوایل سده 20 و جنبش‌های ایرانی سده 20 تحت تأثیر چه عواملی به آلمانی‌ها نزدیک شدند؟ سعی شده در فصل چهارم به این پرسش‌های اساسی و اساساً اهداف آلمانی‌ها همزمان با جنگ جهانی اول در ایران مورد بررسی قرار بگیرد. در زماین و پیوست‌های کتاب نیز تصاویر بسیار منحصر به فرد، اسنادی هم ضمیمی کتاب شده و بر اهمیت کتاب افزوده. کتاب به مرحوم ابراهیم پورداود از ایرانشناسان برجسته و بنیانگذار ایرانشناسی تقدیم شده. امیدوارم که کتاب مورد استفادهتون قرار بگیرد.